به نام خداوند بخشنده مهربان. حکایت زنی بدگمان و شوهر خوشبین. روزی یک زن به شوهرش زاری و ناله کرده گفت که دیگر از مغازه کوچه‌شان نان نخرد. او به شوهرش گفت برو بازار گندم فروشان را ببین. این مرد فروشنده جو است، نه فروشنده گندم. او هیچ خریدار ندارد، بلکه خریداران نان او مگس‌هایی است که یک هفته هم از بسیاری مگس چهره او را نمی‌توانی دید. شوهرش به او دلداری داد و گفت ای چراغ خانه من، تو باید سازشکار باشی و با همه بسازی و مواسات را رعایت کنی. آن مرد فروشنده به امید ما این کلبه را گرفت. مروت و مردانگی این نیست که ما مانع منفعت او شویم و فایده رسانیدن را به او دریغ داریم. انسان‌های خوب دست افتادگان را می‌گیرند و تو نیز باید راه آنها را پیش گیری و آنها را نمونه خود قرار دهی. تو باید خطای او را ببخشی، چون مردان حق از دکان‌های بی رونق و کم خریدار خریداری می‌کنند. اگر سخنی راست می‌خواهی، کرم و بزرگواری هنر شاه مردان علی ابن ابی طالب است که از سخاوت و احسان به مرتبه ولایت رسیده است. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.